یکی میاد میگه که آقا شما میگه قانون جذب نه با ثروتمند شدن ما مخالفی، خب یک راهکاری بده که ما واسه موفقیت و واسه ثروتمند شدن چه کار کنیم. شما مخالف موفقیت مایید که با قانون جذب مخالفت میکنید. در واقع اینطوری نیست. نگاه اسلام نگاه واقع گرایانه به موفقیته. در قانون جذب میگه هر آنچه تخیل کنید قطعا در عالم خارج برای شما ایجاد میشود. هیچ اثری از کار کردن، برنامه‌ریزی کردن به این موارد در قانون جذب وجود نداره، ولی در قانون موفقیت اسلام، در نگاه واقع بینانه اسلام به مسیر موفقیت که پشت سر اون هم یک جهان بینی درست خوابیده، می‌بینیم که میگه بله شما هدف گذاری بکن. در اسلام هم داریم هدف گذاری کن، هدفت رو تصور کن، هدفت رو ببین. البته هدفی که داریم در اسلام می‌بینیم با اون آرزوی بلندی که در قانون جذب میگه تخیل کن، کم هم تخیل نکن، زیاد تخیل. با این خیلی متفاوته. تو این تخیل ما امیرالمومنین علیه السلام می‌فرمایند که آرزوی بلند عقل را زائل می‌کند. آرزوی در دسترس و واقع بینانه داشته باش، هدف واقع بینانه داشته باش، در راه این هدف برنامه‌ریزی کن. وقتی که برنامه‌ریزی کردی با توکل به خدا قدم بردار، گام به گام جلو برو، ان شاءالله بهش میرسی. اگر هم نرسیدی بدون که الان مصلحتت نبوده. این نگاه موفقیت در اسلام درش عمل هست، در اون عمل هست، عمل کردن به کاری هست، برنامه‌ریزی هست، هدف گذاری و تصور هدف هم هست. اگر فرد به جایی هم که می‌خواست نرسید، پشتش یک جهان بینی است که فرد ناامید و افسرده نشه. چه بسیار افرادی که در قانون جذب افسرده شدن. طرف میگه من رفتم در سمینار فلان آقا شرکت کردم، گفتش که در تابلو کائنات هرچی می‌خوای نصب کن و تخیل کن، قطعاً با آنچه که تخیل می‌کنی میرسی. اگر نرسیدی مشکل از تو نه از قانون جذب. و همین ناکارآمدی، کار نکردن و تخیل محض و بعد هم وقتی که نمیرسه از خودش ناامید میشه، به خودش بدبین میشه و افسرده میشه که نرسیدم پس مشکل از منه. مشکل من چه بود؟ افسردگی و ناامیدی هایی که در نگاه قانون جذب در پی داره، برخلاف اون جهان بینی که نگاه اسلامی داره که هم واقع بینانه است، هم هدف گذاری داره، همه چیز رو در کنار هم داره و فرد رو هم به سمت ناامیدی و افسردگی با اون نگاه و جهان بینی که داره نمیرسونه.